شرف من همه برایم شد کمی بهتر همونجا می شوم پدر مرا به حبس میبرد پدر مرا نجات دهید التجا میکنم پدر به این کارت جواب میدهی تهمتی که به دخترم کردی جواب میدهی چرا او را آزاد کردید امیر چه شده ایستاده است او هم در خانه بود کو ببین اکنون دوست داشته‌ات را از کی نسبتی من خواهرت را دستگیر کرد امیر خودت را احتیاط بکن از این پس هم خودت را و هم عائلت را احتیاط بکن اکنون کمی دیرتر به راحت میشویم سلام مرحبا من فریده اتیگیل بیمارم خواست مرا ببیند فهمیدم مرحمت دروید میتوانم درایم دروید اما بسیار نایستید احوالش خیلی بد است تنها 5 دقیقه میلش تشکر مرا دیدن خواستی جانکم شنیدم که زیاد انتظارم شده ای کاش 1-2 سال خواب میکردی خوب هستم خوابم نبرد فریده میدونی که همه چیز شدنش ممکن است یعنی شیرین او زنده میموند همش رو یک یک نقل میکند تو را بسیار خسته نمیکنم تنها به شرف زنگ زده گفته هایم را میگویی وگرنه تجهیزاتی به تو وصل شده را خاموش میکنم کارت خاتمه مییابد فهمیدی؟ خب گوش میکنم آقای شرف بله منم شما کی هستید؟ شیرین؟ او به خود آمده است فریده خواست مرا بکشد کوشش با آن کرد که شوهرم را گیرد چی شد چی میگوید شرف
بله. کدوم بیمار است؟ بیماری که وزنین است. یاری دید چی شد من هم نفهمیدم. یکی خودش بهوش شد. یکم کاری بکنه دل چی جو میکنم. او را نجات دید. زود الکترشوک را بیارید. چی شده؟ اون کاری شده است؟ چی واقع روی داد؟ سکته دید. شرف کنار تو را با دست خودم میکشم. شرف چی شد؟ شیرین چی گفت بگوی آخیر. بیمار خوب است. افسوس از دستم آمده را کردیم. موفق نشدیم. چی خیلی می شود؟ کمی پیشتر صحبت میکرد. دروغ گفتی؟ چی؟ شیرین به تو چی گفت؟ چی گفت؟ او را تو کشتن خواستی. کوشش با آن کردی که شوهرش را به دست آوری. دروغ گفته است. من چنین نکردم. این زن در دم مرگ دروغ میگوید مگر؟ خواسته شد. شیرین حقیقت را گفت. فریده دم شو. دم شو. داشتن نمیتوانی. نمیتوانی داشتن. داشتن نمیتوانی. مرا داشتن نمیتوانی. مرا داشتن نمیتوانی. نمیتوانی داشتن. بچه ها بیاید اینجا کمی بشینیم. بابا جان من در الوانج خورک بشینم. مایلش اول کمی بشینیم گفتنی ها دارم. بیاشین اول گفتنی هایم رو گوش میکنید بعد بازی میکنید. مایلش موی سفید بابای ریش سفید. یعنی مثل شما؟ بله مثل من موی سفید بابای ریش سفید تماما سفید. خیلی که ما اومدیم
او هم با نبیره‌هایش به خانه می رفت. در الافزار سگی را دیدن که جنگ داشتن با آنها را تماشا کردن. دو سگ، یکی سیاه و دیگری سفید. بابا با نبیره‌هایش گشته میگوید که نبیره‌هایم، میدانید که این سگ‌ها با من چی را ifade میکنند؟ نمیدونم. چرا؟ سگ سیاه‌بدی را و سفید خوبی را ifade میکنند. خوبی ها و بدی ها در درونمان مجادله میکنند. کی غالب میبراید بابا جان؟ با گفت شما کی غالب میبراید؟ با فکر من سیاه غالب میبراید، زیرا او بد مینماید. به این هم در این حیات بدون غالب میبراید. مثل گفته یرگاه میشود، دایم بدون غالب مییابند. نه فرزندم، کدامش خوبتر پرورش یابد همانش غالب میبراید. چه خیل خوبی و بدی چگونه پرورش مییابند؟ اگر بد فکر کنی بد میکنی و بدی پرورش میکنی، غلام نفس میگردی، تابع شیطان میشوی و شرمنده میگردی. خوبی بکنی، با آدمان با محبت و یکدیگر فهمی و با اخلاق و فضیلت بشوی، پس خوبی رو پرورش میکنی. بر مقابل هم در دنیا و هم در آخرت از لطفهای خداوند بهره‌مند میگردید فرزندانم. کنی اکنون بگویید خوبی کردن غالب برآمدن خوبتر است یا اینکه بدی کردن مثل غالب نمودار شدن؟ البته که خوبی کردن غالب برآمدنش خوبتر است. اکنون بگویید که بدی کی نمایان میگردد؟ سگی سیاه پرورش یابد؟ ما خوبی کردن رو فراموش کنیم، او رو خراب میکنیم. بدی های پس پرده پیدا میگردن. لطفی الله چی است بابا؟ اکنون رفته بازی کنید. آن را وقتی رفتن به خانه میگویم. کسی قفا مدد نجنباند. اول من نشینم. من تو را گذاشتم. اینجا بیا. با تو گفتم اینجا بیا. نرس با من. اینجا بیا. نرس. سرده. برو سرده. سرده. یاری ده. اینجا بیا. اینجا بیا. یاری ده. تو را زنده نمیمانم. تو را زنده نمیمانم. بینار بینار یاری ده. یاری ده. یاری ده. یاری ده. بینار فریده یاری ترجیل رو جیغ زن التماس کاری بکن. طاقت کن من حاضر زنگ میزنم.
حداقل یک مرتبه از پیشم نبرا. شیرینی ها با شما معقول شد؟ بله. لیکن به همه جایم چسبید. در حیات یگان کاری به زحمت نمی شود. شما همین جا ایستید من دست پا کنک بیارم. مالش بابا. مادام که آمدم دست خالی نروم. فریده خواست مرا بکشد. کوشش با آن کرد که شوهرم را گیرد. های زنگ زدی؟ مگر از من گریخته می شد. انا شما را یافتم. او کجا گم شد؟ در اینجا چیکار میکنی؟ در رو کشا گفتم. کشا رفت از اینجا. راه گفتم. در رو کشا گفتم. کشا در را. نافشم. یا خدایا اینها در کجاین؟ بدون تو محو شدی. اوچه
با شما چی شد؟ آجا جون خیزه دست جویت آجا جون با شما چی شد؟ فریده دخترم بابا جون خواهش میکنم یکم کار کنه آجا جون یاری ده نمیرم یاری ده آجا جون خواهش میکنم آجا جون خواهش میکنم چشمونت آرا کشید آجا جون الو زودتر بیاری تحصیلی روان کنید محله مکتب رقم 9 2 نفر زخمین است خواهش میکنم زودتر چشمونت آرا کشید آجا جون آجا جون خیزه دست جویت خیزه آجا جون برادر بس از آخر وقتی سوار شدن تق تق میشکند شکستن گیرد پولش رو میدیم تو پیشت رو نگاه کن شد برادر تب خیره از فهمیدم زود باشه پینه بخار در خونه چی حادثه رخ داد چی گپ شده باشه از کجا دونم آمدم چی شده است فریده خانم خواهش میکنم در کنار استید خواهش میکنم لطفاً حال نرسونید خواهش چی شده است میکنم آخر گپ زنید التماس فریده خواهش میکنم این تلفن رو گیرید آهسته تر باشید التماس آهسته تر بردارید التماس میکنم فریده دخترم چی شد باتو آقای خیردین آنها چی جنگ کردن مگر نه ندارم نه ندارم شد دخترم آرام باش در اینجا یگان چی موندن بازیم است بید باز ماشین آمد میفهمم برادر نیستا ماشینت را گیر از اینجا ماشین یاری تکیلی میبراید از یکیشان خونی زیاد تلف شده است احتیاج به خون داریم شما رو خبردار مینامیم تا که آماده باشید فهمو آقای دکتر فهمو شد شیری نکنی من گریم نکنی فریده آقای خیریده ای خدایا چی روز بود چی شد چرا ماشین تجیب نماد شرف فریده پینار مادر فریده یا پینار کدامش پسرم آرام باش تو با یاشر و امیر هم زنگ بزن خون لازم میشود فهمو شرف پسرم تو هم در حال تاکسی آماده بکن های شد بس بخیر است؟ باز چی شد؟ با کودک و با خانه در آمدم فریده از زینه افتیده بیهوش خوابیده بود بعد آواز پینار را شنیدم سرم را برداشته دیدم که پینار هم آغشته خون است کار توبه است عاقبتش همین است ممکن جنگ کردند آن طرفش نامعلوم یک لحظه این بیمار از عائله شماست؟ نه از عائله ما نیست از من بیمار رو به اتاق جراحی میبریم ممکن خون در کار شود خواهش میکنم با من بیایید باز چی شد؟ اینها از کی عائله برپا کردند؟ مگر شرف میداند که چی کار کرده ایستاده است؟ والله پسرم از کجا دانم هر روز یک سال پیر شده ایستاده
oilash bуда аст. ها این مهم نیست. من کوشش با آن دارم که دیگری رو گم نکنم. من در کجایم؟ با من چی شد؟ خواهش میکنم حرکت نکنید. شد فهمیدم امیر. یگان چی یافتی به ما خبر بده. امیر با گروه تحقیقاتی به خانه ما رفته ایستاده است. ایزی انگشت میگیرند. با خانم جانان خبر دادی؟ خبر دادم، زنگ زدم. ینگه خوب هستی؟ دکتر چی شده است؟ یگان جایی ترس و وهم نیست. تشخیص کردیم. سلامتیش خوب است. صد شکر. آقای دکتر با پایش چی شده است؟ با پایش معده شیشه در آمده است. آن را برآورده تازه کردیم. زخم چخور بود اما ما دوختیم. البته که برای تدبیر امروز تحت نظارت دکتران میگیریم. صد شکر پروردگار، شکر. خدا شفا دهد ینگه. ما رو خیلی ترسانده. فریده دخترم خوب هستی؟ پینار را مادرش ترک کرده است. صاحب خانه او را پیش کرده است. دکتر در بیمارخانه گفت که خوب نگاه کرده شود وگرنه یعنی مجبور شدیم به خانه بیاریم. بیمار را به اتاقش برید. یک دقیقه. شرف در کجاست؟ بیرون بر آمده بود. حاضر می آید. یگان چیز می خواستی به من بگو دخترم، اجرا می کنم. در نزد او هست. همه خیل. مگر مرا نفهمیدید؟ زودتر بیمار را به اتاقش برید. ینگه در خانه چی گپ شد؟ با آن افلاس جنگ کردید مگر؟ خانه آمدم. بینو را آغوش خون دیدم. در زمین خوابیده بود. همین خیل؟ کی کرده باشد؟ چه خیل شده است؟ به شما یگان چی نگفت؟ دخترم در خانه آدم بیگانه بود؟ گفتم که ندیدم. به کمک پینور دویدم. بعد به چیزی پیش پای خورده افتیدم. دیگرش رو نمیدونم. یاسین آمینه چی خیل هستن؟ چی حال دارن؟ تو رو به نزد فرزند هایت میبرم. صبر بکن. خیس
Yaşar آقای خیری نفسگیر میشوم یاشار نمیرم یاشار زود باش دکتر رو فریاد کن نمیرم یاشار پسرم زود باش دکتر فریده همشیره فریده دخترم یک نفر با اینجا بیایید زودتر комиссар бисёртар ба ҳодисаи дуздӣ монандӣ дорад. шояд моро ба чунин фикр кардан водор карда бошанд то далелҳо ҷамъ оварда нашаванд ба ягон нуқтаи зарурӣ намерасем. бале вақти баромадан аз прокуратура митҳат гундуғду таҳдид карда буд. дар ин кор ӯ ҳам саҳм дошта бошад. бале шояд ӯ ҳам дар миёни шахсони шубҳано қарор дорад. ту ин ҷо бош, он чӣ ки далел мешавад ҷамъ бикун. итоат комиссарам. барори кор. خوب کردن نمیخواهم سوزندار رو نزنید خوش میکنم حالتان خوب نیست این سوزندار شما رو آرام میکنن شرف با او صحبت کردم میخوام شد دخترم یک روی نکن بهوده خودت رو مجبور کرده ایستاده ای نمیخوام التماس خدا شفا دهد چی شد؟ چرا دست کشیدی؟ نمیتوانم من حق ندارم که برای زندگی کردن و یا نکردن شخصی حکم برارم من این حق رو ندارم جانی که خداوند داده است و هر کسی با جز الله میگیره جنایت است یعنی من میتوانم تولد کنم فریده مادر راستش را گویید در نزد او وسمه کرد میدونم غمگین نشود گفتن نمیگویید شرف مرا نپرسید بالای سر او انتظار است برای او اندیشه دارد همه خیل نه کودک چه خیل است؟ زنده است؟ هم کودک و هم مادرش خوب است. حاجت به تشویش کشیدن نیست. حاضر به اتاق میارن. خدا شفا دهد. تشکر. فریده را هم به اتاق آوردن. تشخیص کردن تازه بوده است. خبرت کنم که کمی دل بهوزی میکند. کمی پیشتر نفسگیر شد. شرف همسرت به تو احتیاج دارد. تو چرا در نزد او نیستی؟ مگر قسم یاد نکرده بودی که در صحتی و بیماری همراهیم؟ از این پس فریده برای من هیچ اساس ندارد. در چی حالت بودنی او با من دخل ندارد. این چگونه سخن است؟ او همسر تو است، مادر فرزندان تو. چگونه چنین سخن میگویی؟ شرف رو نزدم مورد خواهش میکنم اون چیزی که نسبتی من فکر میکنم نادرست است
خواهش میکنم با او حقیقت رو گفتم میخواهم خواهش میکنم شرف را دعوت کنید پدرت برای او را آوردن رفت کمی دیرتر حاضر میشوند تو استراحت بکن همین که آمدن همش را نقل میکنی او را نزدم دعوت کنید باید حقیقت رو داند مادر من رفتم اونها را ببینم در میانتم چی گذشت؟ چرا نزد فریده نمیروی؟ پسرم با من جواب ده. پدر خواهش میکنم مرا مجبور نکنید وگرنه سخنهایی میگویم که شنیدن نمیخواهید. آوازتان تا آخر دهلیز شنیده میشود. باز چی شد با شما؟ هیچ چیز نشده، صحبت داریم. هست حتما چیزی هست. از شکلتون معلوم است. فراموش نکنم تو چرا نزد ینگم نمیایی؟ بیچاره از این پایه به پایان افتیده است. چرا خبر نمیگیری که مرده است یا زنده است؟ پسرم چی داد و فیغان دارید؟ از اینجا ما را پیش میکنند. من نمیفهمم چرا تقسیم کردن نتوانستید. فریده عصبی شده ایستاده است. شرف گفته ایستاده است. تو چیکار کرده ایستاده؟ آن دخترها انتظار هستی. گوش کنید، گوشهایتان را گشایید، مرا خوب گوش کنید. من انتخابم را کردم. از این پس برای من کودک و مادرش مهم است. یعنی پینار. این را دانسته گیرید، فهمیدید؟ پدر این چه میگوید؟ ای دادر تو دیوانه شده ای. پیناری میگفتد شیطانی عجوزه لعنتی افلاس است. ببخشید به طوری عاجلی دو زن را آوردن در کجا باشد؟ یکیش را جراحی میکنند. جراحی میکنند؟ پینار با کجا برده ایستاده؟ کمی تحت نظارت قرار میگیرد و بعد به اتاق میبریم. آنجا او را دیده میتوانید. احوالت را ببین. با نفری که جگرش 20 درم ارزش ندارد اندیشه میکنی. اکا حیف بر تو باد، حیف. شرم میکنم تو را برادر بگویم. از من شرم میکنی همین خیل؟ بله. من هم از فریده شرم میکنم. از همسر گفتن شرم میکنم، فهمیدی؟ از برای خدا تو چی ها گفته ایستاده یا؟ آی شیرین پیش از مردن با من زنگ زد. با من گفت که گفته های فریده رو باور نکن. این در حال است که شیرین رو از جری کی طلا داده است میدانید فریده. با سخنان این دانا گوش دید. ینگم شیرین را طلا داده است. این را کی باور میکند برادر؟ من دایما فریده رو باور میکردم. دایما نزدی او بودم. لیکن پینار حق بوده است. فریده کوشش کرده است که شوهر شیرین را برها کند. زن با دهان خودش گفت. چی؟ دروغ را ببین، تهمت را ببین. تو چگونه آدم هستی؟ تو چگونه باور میکنی که فریده دست به چنین کار زند؟ همه این بازی های آن مار است. نمیفهمی مگر؟ ایستد جانان خانم، ایستد آرام باشه. چگونه آرام شوم نباید خانم؟ سخنهای پسرت را گوشهایت نمیشنود. دخترم را تهمت کرده ایستادند. خاموش شد. خودتان را به دست گیرید جانان خانم، آرام باشه. اینجا بیمارخانه از داد و فیغان مکنید. اگر نافهمی داشته باشید بیرون برو دعوت کنید. میلش. پدر با شما چی آقای شد؟ خیردین خوب هستید؟ خوب هستید آقای خیردین؟ من خوب هستم.
سردار همون کمیسر آمد. امیر افگیل. اجازت ده بیاید. مرحمت. طرز آمدنت نشانه خیری ندارد. چی شده است؟ نفری به خانه آمان در آمده است. ینگم و پینار رو بستری نموده است. کرده باشد. به من چی؟ از روی نیشه تهدید کرده بودی. مگر در این کار سهمی تو هم هست؟ تو مرا چی فکر کرده ایستاده ای؟ مگر من همین قدر پست هستم که با دو زن سر به سر می شوم؟ اگر من قصد بگیرم 7 پشتت را از میان می بردارم. اکنون از خانه هم برا. به انصاف همه رو به یکدیگر جنگ انداخت. همه جای رو مثل قصابخانه کرد. احوال رو ببین. نگاه کنید. یگان چیز دزدیدن چیزی به چشمتون کم نماید. چی فکر میکنی یگان چیز رو ندزدیده است؟ انگشترین طلایی، دستمانه ها و حتی گردن بندی مادرم همه رو گرفته است. خودی رو خالی کرده است. نصیبت نکنه. دوز بوده است. پینار رو دیده کوشش نجات یافتن رو کرده است. من آمدم. یاشار اومد. هیچ نباشد یگان چیز بخوریم. گذر خانم گذر. بیسرم بسیار گرفته ای. همه این رو کی میخورد آخه؟ اشتها هم نمانده است که بخورم. یا پروردگار چی روز بوده. شد خانم تمام. یاسین، آمینه. خواهش میکنم بهوده طبق کاسه بسیار نگذارید. لازم نیست. خب مالش بیسرم. بیایید شینید بسیار بامزه است. من نمیشینم. تا جمع رو نبینیم گروس نمیشینیم. الله الله باز سر کردن. دائما اعتراضی همسال. خب مایلش وعده میدیم که به نزد مادرتون میبرم. اول خوراکتون رو میخورید. خیلی باشد رزیم. به این هم من بیمارخانه میروم و به گلرو یک چند سوال باید بدهم. مالش پسرم. به بیمارخانه یک جای میرویم میشود؟ مرحمت آقای خیردین. بومالتان نیست مگر؟